چند داره نزد خوبین تنجین خوش اومدین سلام کنکین بود تلفناتون رو بگیرین انشاءالله نماز رو میخونین انشاءالله حالت نماز خونین هم ماشاءالله ماشاءالله جبین نماز ما بدین چی در دارین؟ همه سوزه نه؟ کجا اومدین؟ نمیگین هم کسی برای چی مگین؟ ای ماشاءالله بارک الله فیک برای خوندن چکو کگین؟ جین؟ چکو کگی جین؟ اصلا چکو کردگین؟ چی غم میته؟ چی اذیت میته؟ چی آزار میته؟ ای چی سبب؟ جی نمیگه خودش نمیگه گزور مولا نمیرسه یعنی اینجا اکثریت مردم مسلمان همین گپ داره که مولا زورش نرسید نه مردم خودمان همین عادت دارن که اما را بسیار زنگ میزنن در کجا بعضی مولا را مقرات میکنن که نعوذ بالله فلان بسمدان که و زورش نرسید نه عموما میگم اصلا که زور مولا به گوش نمیرسه مولا فقط اینجا گفتی که نه مسابقه های نه مضاربه های گفتی که نه جنگ جنجال های نه گفتی که دیگه سپرنگی کنه که خطی بای در این ورای یک باید بزنه که زورش نمیرسه یکمش یک عالمی گفتی که غیبه که بجوز الله اونها را نمیبینه این شیاطین ایش میبینن ما را نمیبینیم الله در قرآن میگه انهم یراکم هو قبیله من حیث لا ترونه اونها شما را میبینن شما اونها را نمیبینین یعنی زورش نرسید انسان خودش کوشش کنه باید یعنی انسان نمیگه که از سبب بینمازیم جی نبرامد این گپا نمیگه میگه فلانی مولا زورش نرسید مولا یعنی خواند گفت که برادر از سبب بینمازی تای این گپا نمیگه از سبب گفتی گپا از قرآن دوری این گپا نمیگه که از سبب قرآن دوریم از نماز دوریم از تهجد دوریم از صله رحم دور هستیم ای حرمتی گفتی گپا کم بغل دیگه ای چیزا همه چی مثلا دستگیری یاری مثل بیوزن ها و یتیما و فقرا و دیگه چیزا دوریم نمیگه گپا را نه میگن فلانی مولا زورش نرسید هیچ رفتیم خوندیم هیچ یگون فایدهش نیست الله در قرآن میگه شفا نازل کردیم قرآن را برای مؤمن ها اگر که ما هر یک کدیم ما و شما اگر که مؤمنی حقیقی باشیم واقعی باشیم که الله میگه ما نازل کردیم قرآن را شفا برای مؤمن ها نه اینکه ما تسلیم آوردیم بسم الله ما مسلمان هستیم لیکن نماز نمیخونیم بسم الله مسلمان هستیم قرآن نمیخونیم بسم الله میگه مسلمان هستیم گفتیم که با زکات نمیدیم از همه چیزا دور هستیم با دعوای چی میکنیم این پروردگار ما رو شفا نداده است مولا زورش نرسیده است مولا چیکار کرد قرآن شفا کفایه برای انسان عاقل کفایه برای مسلمان مؤمن واقعی سوره الحم آیت الکرسی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یعنی کفایه های دیگه لازم نیست گفتی که با 3 ساعت 4 ساعت انسان بخونه کفایه بسنده های همین قصوره شرط نیست باید 4 ساعت 5 ساعت بخونه خچه به حالا کنه بعد آخر بگیش ای زورت نرسی نه باید انسان بگه که من ایروی بدبختی منه که من نماز نمیخوانم ایروی بدبختی منه که من حرمتی پدر مادر نمیکنم ایروی بدبختی منه گفتی که پا صد که دست به حرام که الله سبحانه و تعالی زدم چی میگه پا را نمیگیم میگه مولا زورش نرسید این مولا وای نمیتونسته نه مولا چیکار کرد الحمدلله خواند وقتی که این مولا که خوانده نتونه در واقع میگه قرآن خوانده نتونست قرائت کردن نتونست نه که شفا از جانب الله سبحانه و تعالی هر انسانی که نیت و مقصد و صدقاً باور کنه که الله سبحانه و تعالی شفاش میده هر انسانی که پیش مولا میویه پیش اونی که بیویه ایمانش بقوت کنه پیش اونی که سپورتسمن رینگ میبرن خودشون بقوت میکنن کو جسمانی فیزیکی اوت یا بودی خلقه و نسل و دیگه همه چی کوشش میکنن بقوت میکنن برای اینکه شرمنده نشیم همون چنین که اگر هر انسان هر بیماری که نزد مولا میروه چون کنه ایمانش بقوت کنه پیش اونی که نزد میروه شب بخیزه تهجد بخونه تلاوت قرآن بکنه اذکار صبح شام بخونه و بعدا نزد مولا بروه
اول درکت پیش اونی که خونه که میبرد درکت نماز خونه که پروردگارا شفا دهنده تو هستی، پروردگارا جز شفای تو شفای وجود نداره. درکت نماز بخونه و دست به دعا کنه الله سبحانه و تعالی طلب کنه که پروردگارا پیش فلانی قاری میره پروردگارا شفا میده، همون قاری سبب شوه و بعدا الله سبحانه و تعالی شفا میده. سببش در چی است که گفتی که با شفا نمیشه؟ سببش همین است که ایمان ضعیفه، تیز شفا نمیابیم، تیز پرابلم هم حل نمیشون، برای که تکیه به الله سبحانه و تعالی نداره. الله میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر انسانی که تکیه به الله سبحانه و تعالی میکنه برای بسنده. هر یک کدوم ما شما شاید پدر باشیم، زن داریم، فرزند داریم، و چه خیلی مشکلی در خودمون است، فردا در فرزندان میشن. اگر که ما سیراش نگیریم، فرزند، زن، پدر، مادر، هر کسی که چیزی که علم داره، فرزند گفت که باید سر بیدار که نماز بخونه، اولادش بیدار که تهجد بخونه. اکثریت چون میبخشیم خیلی زناشون میگه اخدا زنش میبینه تعجب میگه، بچه رو میبینه ریش موندگی سنتی کوس بالای فسان، زن میبینه گفت که با سبحان الله میگه دیسکتیک آورده باشه زنش، شیفا نمیام، لوا بوتکس کردگی، مجوزگی، قاشو چیندگی، گفتی که با دستا مانیکور کردگی، پیش بر همه گفت که نعوذ بالله میتوه. خب بچه رو بگید دویز بک نشه بگوشه بدبخت خیلی زن تا دیسکتیک و که داخونی باز وزم هم که گفت که با قدر چیزا دارن مشکلی دارن، میگه 6 وقت نماز میخونیم، تهجد هم میگه میخونیم. یکی ظاهرا که ببینی بدبخت از شیطان ده بدتره. برای هر یک کدوم ما و شما زن داریم مراقبه کنیم، زن داریم تربیه کنیم، فرزندامون، خواهرامون، اپاهامون تعلیم بدیم، بیدار کنیم، در نماز تهجد بخونیم. هر یک کدوم ما و شما اگر که کوشش کردیم، والله که انسان یقینا باور داشته باشه، یقینا از الله سبحانه و تعالی طلب کنه، الله دعاش اجابت میکنه. الله میفرماید ادعونی استجیب لکم، دعا طلب که ما اجابتش میکنم. در دیگه آیت قرآن میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، میگه ما به شما از رای کردن در قریب هستم، از همین رای کردن نمی قریبه، از همین در قریب هستم. میگه از ما طلب که ما اجابتش میکنم. لیکن متاسفانه نمیکنیم چیزا. ما اگر گفت که وای نیگوش من بخوره، این خیلی نمیخوریمش، این خیلی حرکت میکنیم، این خیلی بخوریمش، قینیه بخد ما نمیکنیم، سختی رو میکنیم. آسانی همه آسینش نماز خواندن به پله جوین موزب دوست درک نماز خون صدیقانه از الله سبحانه و تعالی طلب کنیم. و اذا سألك عبادي عني فإني قریب، الله میگه هر وقت که میگه بندگانی من از من طلب کنم ما با اونها قریب هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجابت میکنه میگه دعای اونها را، هر اون چیزی که طلب میکنن. اون خاطر هر کدوم ما شما داریم فرصت، داریم وقت. یعنی بدبختی جادوگری که چقدر سالها زید آیات قرآن کار میکنه، چقدر سالها زید گفتهای رسول خدا صلی الله علیه وسلم کار میکنه، یعنی الله را انکار میکنه. همون لحظه و زمان که یقینا میفهمه کارش خطاست، توبه میکنه، الله توبهش قبول میکنه. پس ما الحمدلله زاده مسلمان هستیم، پدرمون مسلمان، مادرمون مسلمان، خیش دور همه مسلمان الحمدلله. پس چرا دعای ما اجابت نمیشه؟ سببش در چیه که ما به الله یقینا باور نداریم. یعنی لفظا یعنی ما باور داریم الحمدلله مسلمان هستیم، میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان، لیکن همین معناش نمیدونیم، درک کردن نمیتونیم، یقینا به همین عمل کردن نمیتونیم. یعنی نماز میخونیم نمیدونیم برای چی نماز خونده ایستیم، قرآن میخونیم معنی قرآن نمیفهمیم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کیست و برای چی آمده است و چی گفته است از این به خبر هستیم، اما دعوا میکنیم که مسلمان هستیم، الله را دوست میداریم، محمد دوست میداریم صلی الله علیه و سلم. دیگه و دیگه زبان من دراز است الحمدلله دیباره، اما سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسن یگان خط خبری نیست. ای گفته خدا، یعنی قرآنی که الله میگه ای قرآن بخون روز قیامت شفاعت میگرد میشه. الله میگه ورتل القرآن ترتیلا، شما قرآن را با تلاوت بخونین، یعنی با تجوید بخونین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه اقرأوا القرآن فانه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابه، قرآن را میگه بخونین، بدرسی قرآن روز قیامت شفاعتگر میباشه برای اون شخصیتی که او را میخونه. یعنی از این دور هستیم. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه، میگه هر کسی که یک حرف از کتاب الله بخونه برای یک حسنه است.
یعنی از اکثریت ما پرسن قرآن خوندن نمیتوانیم. میخیره یعنی دعوای مسلمانگری میکنیم، پس چرا کوشش نکردیم؟ ماشین هکینی بگیم قریب همون میتونیم ماشین هک کرده. زبانی روسی بگیم میدونیم، بعضی ما زبان خطایی را میدونیم، زبان انگلیسی را میدونیم، کوشش کردیم برای امور زندگی، اما برای آخرت، برای حیات و آخرت چرا کوشش نکردیم؟ این جن شیاطین یک ضعیف هستن، اگر که بقوت میبودن چیکار میکردن؟ روشون میمودن غم میدادن. همین خیلی لیک ضعیف هستن. متاسفانه ما از اونها ده ضعیفتر هستیم که یک چیزی که نمیبینیش نمیشنی سبحان الله همون شما رو در ترس حراس انداخته است. لیک ما ضعیفی ایمان مانا جسمانی همه طرفه او ده ضعیفتر نشون میتیم. بعضی اون ماشاءالله گوزبرای فسان اگر بزنم دیوال چپا میشه، او فکر ببینیم در پشتم کسی اومده است، فکر مرده کلان ای بای برای جوان مرد مسلمان همین گپایی بگه که میترسم خوی بیزه میبینم میترسم این دیگه ای بای همین گپا رو بگه. برای در قرآن میگه که الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردها را الله سبحانه و تعالی بقوتر گردانده نسبت زنها. لیکن متاسفانه ما نشان میتیم خودمون که از زنها در ما ضعیفتر هستیم، از زنها در بیقوت هستیم. زنها با آنه که ضعیف هستن، با آنه که کسل حیض میبینن بگیم نمیتونن نماز خونده قرآن خوندن در جنوب بعض جوش غمشون میتن، لیکن متاسفانه تسلیم نمیشون، کوشش میکنن. بعضی خواهران مسلمان هستن گوی ما مرد مسلمان ندیم خلکی جینه بخونی تزر بدنج ببرویا. یک بعضی خواهران مسلمان هستن ماشاءالله که یک وقت الکیسه میخونه بدنج جین میبرویا. الحمد خوان تا آخر الحمد نخونده که جین میگه آیت الکیسه بخون ما میبرم، میگه خواهری مسلمان میگه ما یکم کار کردن توسیم که گمراهش کنیم. چرا زن با آنه که گفتی که با مدت حیضش میشه که روزه گرفتن نمیتونه، نماز خواندن قرآن خواندن نمیتونه، همون تو نیست به همین حالت کرده، در همین حالت جین آورده، پس ما چرا نمیتونیم این کارو کرده؟ حالا که ما حیض نمیبینیم، الله اجازت من داده که بخونیم، حالا مرد هستیم، قوای مردی داریم، از زن به قوت هستیم، کوشش کنیم که از اون خوبتر بهتر شیم، که نمیکنیم. الله میگه در قرآن ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا در یگان قوم، در یگان بشریت، در یگان انسانیت یگان تغییراتی نمیده تا اینکه هم خودش کوشش نکنه. هر یک کدیم ما و شما خودمون کوشش که نکنیم الله تغییرات نمیده. میریم سرمون کند کم میزنیم کو، ریشمون کندوف کم میکنیم کو، خودمون که هستیم کو، همین گونه اگر که در روحان جسمانان کوشش کنیم الله تغییرات میده. لیکن متاسفانه حرکت میکنیم که یک کس ایتانی مو کارو بکنه. زمان پیش چی نبودم جین زده و برای که چون کوشش میکردن. چرا شیطان حضرت عمر رضی الله عنه را میدید نبود میشی میگریخت، در یک کوچه که حضرت عمر میرفت در اون کوچه شیطان نمیرفت. اگر اصل بگیری حضرت عمر رضی الله عنه زادش مسلمان نبود کو، اسلام قبول کرد، از همه گفت که با قوتری مسلمان شد کو. پس چرا ما نمیتونیم بکنیم؟ میتونیم الحمدلله، کم کوشش کنیم در کار. خودمون باید حرکت کنیم. اتنی ما و شما یکون کس حرکت نمیکنه، کار روی را حرکت میکنیم کو، کارکنی را کوشش میکنیم کو، آیا جو سرو میکند ازدواج سنم بود دیگه جو میریم، آیا رئیس دپارتمان میکند دیگه جو میریم، قزاقستان دپارتمان دبی دپارتمان میگه که با سعودی میریم، از سعودی دپارتمان میگه ایران میریم، ایران گفت که با انگلیس دیگه و دیگه جو امریکا، همه جو کوشش میکنیم میریم. برای چی؟ از سبب رزق روزی میگه میخوایم میریم. و پس چرا در نماز میخوام کوشش نمیکنیم؟ برای چرا جین گفتی که با معنت کردی بر نمودت خواندنی تسلیم میشه ازدواج میکنی؟ یعنی در اکثریت مسلمان ما همیه که وقتی که بیماری دچار شد اول نماز را ترک میکنه. باید متاسفانه نبرد باشه که برعکس ما باید بیمار شیم الحمدلله نماز بخونیم که شاید هم بیماری سبب مرگ ما باشه. که گفتی که با لحظه و زمانی که ما بمریم به نماز نمریم، با همراه خودمون اعمال صالح داشته باشیم. یک بیماریش کم درد شید نماز ترک میکنه، سر درد شید نماز ترک میکنه، پا درد شید نماز ترک میکنه، گفتی که با خوالو شید نماز ترک میکنه. یک بیماری گفتی که بعضی انسان سبحان الله میره میبینی نیم بدنش نیست نماز خونده است، پا نداره نماز خونده است، دست نداره نماز خونده است، چشم نداره نماز خونده است. کورای
نماز خونده است، گنگه نماز خونده است. ما که الحمدلله عقل رسا داریم، چشم بینا داریم، گوش شنوا داریم، دهن گویا داریم، الحمدلله سالم هستیم. چرا نمیکنیم؟ راست یک بشین متوجه شین، فکر کنین که الله اینقدر چیز نعمت های بے بها را برای ما داده است، لیک ما کوشش نمیکنیم، حرکت نمیکنیم. ها خونه کارخونه ده هیچ کار نزده ما خونه بریم. ها بریم. هر یک کدیم ما شما باید خودمان حرکت کنیم، کوشش کنیم. تا خودمان حرکت کوشش نکنیم، یگان کس بود که باید ما شما نمیکنه. یعنی پروستو بشینیم که الله میتونه که نعمت های بے بهاش بگیره. دست یک کارمون فلج شوه، چشم کور شوه، بینی نفس نکشه، دهن کب زنی مونه، گوش اشنویدن مونه، پاها رهگردی بمونه. پس چیکار میکنیم؟ الله چی میگه در قرآن؟ اليوم نختم على افواههم. اون روز میگه میشه که الله دهنهای ما و شما رو مهر میزنه. یعنی مدام که الله سبحانه در روز قیامت که دهنهای ما رو مهر زد و تکلمنا ایدیهم، دستانی شما میگه با گپ زنی میدروین و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. اون روز میگه الله دهنهای شما رو مهر میزنه، محکم میکنین، دستانی شما در گپ زنی میدروین، پاهای شما در شهیدی میدروین که کجا رفتن و چه اعمال کردین. یعنی دستای ما، پاهای ما با اون عملهای مشغول باشن که مسجد رفتیم شهیدی بدن، از مسجد برگشتیم شهیدی دانن، مدرسه رفتیم قرآن خواندیم. در این چیزا الله سبحانه و تعالی روز قیامت در نزد الله سبحانه و تعالی شهیدی بدن که این کارا را کرد. شهیدی ندن که دیسکوتک رفتن، دیسکوتک باش دست به حرامکاری خدا زدن. از این روزها الله سبحانه و تعالی هر یک ما و شما را نگه بداره. با اون خاطر هر یک از این ما و شما باید خودمون کوشش کنیم. مثلا یک داخل ما رنگ وظیفه رو بمونیم، شب بخیزیم 10 روز 15 روز 20 روز بگذار 40 روز شب بخیزیم صدقانه درکات در کار است 1000 رکعت درکات نمازی که بدونی که وقتی دیم رکعت خونده است بدونی که در یکم رکعت کدام سوره را خونده بودی، سوره فاتحه بزم سوره فاتحه چی کرده بودی همون در یادت باشه. الله اکبر الله اکبر تنی الحمد لله چی نمیفهمی؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يعني چنان که عبادت پروردگاره که ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني عبادت کنین الله را پرستیم چنان که الله را میبینین. اگر که الله را ندید الله شما را میبینه. یعنی خودمون باید حرکت کنیم، کوشش کنیم عبادت الله خوب تر کنیم. الله در قرآن میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر انسانی که تقوا میکنه، هر انسانی که پرهیزی میکنه، هر انسانی که در عبادت الله کوشش تلاش میکنه، الله را همه مشکل ها بیرون میکنه. باید هر یک ما و شما باید خودمون حرکت کنیم، کوشش کنیم تا اینکه الله این مشکلی برارمون. با چی سبب کیدتمون میکنن؟ با چی سبب پولمون نمیتن؟ از سبب بینمازیمونه، از سبب که قرآن دوریم. بعد باور میکنیم مثلا که اوران ای خدا دورن. الله در قرآن میگه نسوا الله فنسیهم. هر انسانی که الله را فراموش کرد الله نیز او را فراموش میکنه. الله که فراموش ما کرد چیکار میکنیم؟ در فریب ارمن میغلطیم، در فریب گفت که آذربایجان میغلطیم، در فریب بلاروس میغلطیم، در فریب تاجیک خچفن میکنه. چی سبب؟ سبب بینما زجر میزنن در دل اونها نه خوف الله های، نه خوف دوزخ های، نه خوفی گفته خدا و رسول خدا های. و چیکار میکنن؟ هم دیگه را فهم میکنن. اگر که گفتی که با برگادیرم نمازخوان باشه، تعبیلچیم نمازخوان باشه، کارچیم نمازخوان باشه، کارکنم نمازخوان باشه، به این حالت به این مشکلی ها نمیرسیم. باید هر یک کدیم ما شما خودمون کوشش کنیم انشاءالله. الله سبحانه و تعالی موفقمون میگردونه. انشاءالله چشماتون بخشین. الله سبحانه و تعالی شفای کامل وجود ندا کنه. یکی دلتون شورید بهشش بدگاه چیزی پیدا شید گپ زنید. چشماتون بخشین انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم